بیا اینجا. خب آقا داستان اصلی اینه که من 6 تا سیبیلاتو با چیز میخارونی؟ آره من اون چرکتی آقا واکنش صادقانه من که دارم حرف میزنم 600,000 تومان 600,000 تومان پولو به صورت 6 تا ایران چک 100,000 تومانی به صورت 6 تا ایران چک 300,000 ایران چک 100,000 تومانی 6 جای مختلف این خونه‌ای که الان داخلش هستیم قایم می‌کنه. چک پول چه مشکلی داره که مثلا نمیدونستم کلمه وجود داره اصلا. از اونجایی که تعداد پولا زوجه و ممکنه هر کدوم نفری 3 تا پیدا کنن، یه دونه 15 یورویی اصل و کاملا با چیزی نگران مسئله هستی که واقعی به صورت غول مرحله آخر قایم میشه که سخت ترین پولیه که قایم میشه و هر کسی اینو پیدا کنه کل پولو برنده میشه. اول اونو پیدا کنی؟ نه خب این فقط به عنوان ردون کنی. شروع کنی؟ بفهم. آها نه اون نه. چرا؟ بایسته بیا پول دار شدی آقا میخواستم دیگه این نه شلیک میکنه آقا دستوش بهت خیانت کنه کورم کردن دوستان هدشات کلت رو چلو فوت چشه ببخشید که بچه دبستان کودک استان شما ویدیو تو بگی با ما دارم ویدیو میگیرم. نه اینو پاک نکن، اینو عکس نگرفته. خب باش خدافظ. چرا میخوای عکس پاک کنی؟ هم سیب خدافظی کنم. گم شو. کلید کو دستم نیم بابا ابلهیو خب آقا من الان باید این آروم حرف میزنم چون منطقاً نباید صدامو بشنون و نباید بدونن که دارم چیکار میکنم. الان ما باید این 6 تا پولو 6 جای مختلف خونه قایم کنم بریم که داشته باشیم. اولین پولو میبریم میزنیم تو آشپزخونه. دومین پولو میزنم تو جعبه دستمال کاغذی. سومین پول میره توی اون کیف. پول بعدی رو میخوام بذارم توی جای عجیب و غریب. بیاد بدون شما چیکار کنم؟
کجا این آخرین پول ای درک گم شد تو اتاق. بشم یه جای ساده و این بزرگوار من یه جا قایم کنم که عقل جنم بهشون نرسه. کجا؟ این بالا. میتونید بیاید پولا رو پیدا کنید. بس قبل اینکه پولا رو پیدا کنید تشریف بیارید. قوانین جد ها آقا اون برادر رو بذار کنار. وایسا صبر کن آقا بیا اینجا. وایسا امون نمیدی اصلا الان توضیح بده. آقا اوکی پیدا کردی بفهم. خب بس بر نکنه دلار نه خب جانم بده اونا رو. آقا قرار بود اصلا توضیح بده. توضیح بده. قرار بود توضیح مگه ندادی؟ یه توضیح دیگه است. این کوفتی. بفهم. توضیح بده. آقا خانم بگو. شما فرصت دارید قبل از اینکه از راهنما کمک بگیرید هر کدومتون نفری یکی از پولا رو پیدا کنه. اگه نتونستید تو ظرف 3 دقیقه پولا رو اولین پول پیدا کنید میتونید از راهنما شروع کنید کمک گرفتن. یکیش اینجاست. خب یکیش پیدا کرد. زحمت کشیدی امون ندادی حرف بزنم. خب به هر حال به من زیر 3 دقیقه. ای الان اولیو میتونی برداری برو. کیفول آریانا ممکن بقیه باشه. پولا رو پیدا کردم. آقا بقیه‌شو پیدا کردم. کنسل اون اصلا جزو بازی نیست. آقا یه اولین پول. برو بقیه رو پیدا کن. الان میگم مثلا چیزی که بغلیه که نگاه نمی‌کنن یکی هم تو بغلی بزن. یه دقیقه اینو نکش. پولو پیدا کن. خب پولو پیدا کردم. وایسا نه تو بعد یه دونه تو کشیدی. چیز باید بکنی. یه دونه پیدا کن. با اگه هم پیدا نیست. نکرد نه با هم نیست جدا هر کی برای خودش دیگه. بله. خب آرام باش. یواش. تا 1 دقیقه دیگه اگه نتونی پولیو پیدا کنی میتونی از راهنماها کمک بگیری. 200 تومن پارسا تا حالا پیدا کرده. میتونی از راهنماها کمک بگیری. برو بردار. برو سراغ راهنما. راهنما اول چیه؟ کمد لباس. آفرین. ببینیم سراغ کمد لباس. خوب فکر کن قبل اینکه بخوای انگولکش کنی. داخل یه جیبه راهنمایی که میتونم بدم. جیب. $100 تومن آیم بود. تا حالا 300,000 تومن کلا پیدا شده. دوباره بعد استفاده کنم؟ میتونی استفاده کنی. آره. یخچال نذاشتی؟ ببینم این یکی چیه؟ یک لوکیشن بهداشتی. بعد ببینی کدوم قسمت خونه لوکیشن بهداشتیه و ها؟ لوکیشن بهداشتی آقا داروخونه چی؟ آقا این لوکیشنه؟ آقا برادران آفرین آریان مغزش خوب کار کرد. لوکیشن بهداشتی. خوب فکر کن راجع به این لوکیشن بهداشتی. چراغو نمیخوای بزنی؟ 300,000 تومن پارسا بود. آریان بودو 200 تومن مونده. آریان بودو. تو پیدا کردی؟ آره. دستشوی کجا پیدا کردی؟ تو کمد دیواری دستشوی لوکیشن بهداشتی. میتونی از راهنما کمک بگیری. نه دیگه انقدرم خر نیستم اون زیر قایم کنم. چیه اون لوکیشن؟ چی بود؟ به دردم نمیخوره. آشپزخونه.
این چیه؟ نه این چیزه. این پیداش کردی تو کیف سربازیه بود. ها؟ همش یکیه که آها یک لوازم. این یک لوازم بهداشتیه، لوکیشن نیست. توی یه لوازم بهداشتی. نه 200 تومن مونده. آریان میتونه 200 تومن رو پیدا کنه؟ لوازم بهداشتی؟ آره یه لوازم بهداشتی. راهنمایی میکنم. اون لوازم بهداشتی سفیده. آریان ولی درست آریان شانس گوه داره. آقا الان یه دونه از پولا مونده. یه دونه از پولا تو آشپزخونه است. آخرین پول تو آشپزخونه است. آریان خوب فکر کن. اینجا نگرد پارسا گشته نبوده. هم پایینه. هم پایینه. نگرد نیستش نبود تو صندوق خالیه. آریان به سقف‌ها توجه کن. سقفا؟ سقف کابینت منظورم. آی کی؟ سقف کابینت؟ خب الان پول جابجا کردی که اینا هنی چی تو که رسوندی بهش رسید 3 روز داشت پیدا تو 400 تومن تو پیدا کردی دیگه. این بدبختم 200 تومن کاسبی کن. یا میتونید به همین برد پارسا قانع باشی آقای آریان، یا اینکه شروع کنید بگردید و اون 15 یورو رو پیدا کنید. هر کی اون 15 یورو رو پیدا کنه برنده یه جان 10 آره یه جان. هر کی اون 15 یورو رو پیدا کنه برنده کل 600,000 تومانی میشه که قایم شده. این کیه؟ این کیه؟ کنسل نمیدونم کی. آها اشتباه زنگ زده بود. میپردازیم به ادامه ویدیو. الان قرار شد که جفتشون بگردن دنبال 15 یورو. هر کی پیدا کنه برنده است. اینو دیگه اصلا راهنمایی نمیکنه. نه سال خود بیرون. اینو اصلا راهنمایی نمیکنه چون اونو هر کی پیدا کنه برده. دیگه با خودش. بعد خیلی تلاش کنی تا پیداش کنی چون تو ارتفاع. اینو دیگه اصلا راهنمایی نمیکنه. ارتفاع؟ بیدم دیگه اونجوری هم نه ولی خب ها داره به من ربطی نداره. خودت هم نمیبینی. به من هم ربطی نداره. بالا رو دیدم. گفتی تو ارتفاع؟ واقعا؟ آره جدی. اینه جدی میگم گمراه نمیکنم چون قول مرحله آخره. پنکه بیارم. مرسی. تو ارتفاع سخن آخری ندارید؟ نه. خدا نگهدار.